یه اسکن دیگه از دستگاه پروتونیک رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. این اسکن با دستگاه پروتون 16 سنسور شرکت آسوا گرفته شده و در این اسکن دستگاه تونسته حجمی از فلزات با ارزش بالا را در میان یک چیدمان سنگی و خاک‌های دستریز برای ما آشکارسازی بکنه. در قسمت نمودار ما در قسمت مثبت کد 36000 را داریم. کد 36000 یکی از بالاترین میزان‌های ارزش‌گذاری در نرم افزار پروتونیک است. با توجه به ساختار کلی اسکن و با توجه به شکل فاز مثبت و محیط قرمز رنگمون، ما قطعا اینجا فلزات با ارزش بالا را در این اسکن داریم. دوستانی که اسکن های خوب با دستگاه پروتونیک میگیرن میتونن اسکن هاشون رو از طریق واتساپ شرکت پایدار معدن با ما به اشتراک بگذارن. موفق و پیروز باشید.